دشمنان اسلام میگن پول حلال که جمع نمیشه، با پول حلال که نمیشه زن گرفت، با پول حلال که نمیشه، با حقوق برزگری که نمیشه کاری کرد. باور کن همین برزگرها خیلی راحت ترن. خب با پول حرام که آدم معتاد میشه، کدومی که بهتره؟ برزگر باشه سالم باشه با خدا باشه، یا میلیونر باشه از فروش مواد مخدر معتاد باشه؟ حالا پول حرام که جمع شد چه کار کرده تو؟ نهایتش معتاد شدی، تریاکی شدید. حالا بگن آقای خوش قیافه سرمایه‌دار معتاد معتاد دیگه، میلیونر باشه یا گدا باشه، معتاد. نه این آقا معتاد نیست، این کیفی میکشه، این تفننی و عشقی میکشه و هر چی میخواد بکشه. هر کسی تریاک کشیدش میگن معتاد. تموم شد و رفت، حالا هرچند با کلاس باشه. شما شنیدید که کسی کار خیر میکرد پول خیر به مردم میداد ورشکست شده؟ من که هنوز نشنیدم، از آبا و اجدادم هم نشنیدم. ولی شنیدین که فلانی میلیونر بود رفت تو خط شراب و عیاشی و فحشا و ظلم و تکبر و تریاک و شب نشینی تو باغ و منقل و بافور ورشکست شد. حالا دمپایی پلاستیکی هم نداره. نه یک میلیونر ورشکست شده وقتی رفته تو این خط. راه خدا ورشکستگی ندارد، روزی حلال ورشکستگی ندارد. برادرمون عبدالستار تو سرودش خوند، همه سرودای توحیدی بود، همه اعتقادی بود. میگو تو که روزی امروز خوردید نترس، فردا با ماست. تو شکر روزی که امروز خوردی به جا بیار که فردا خوردنش با ماست. میگه اگر گناه کردی اشتباه کردی تو توبه نامه رو بنویس، امضا کردنش با ماست. تو بنویس یک صفحه خدایا توبه کردم، خدا میگه من امضاش میکنم، قبولش میکنم. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. خدا داره میگه دلت را خانه من کن. دلت باید خانه خدا باشه، خانه خدایی که ملائکه ها طواف کنن بر دل تو. دلت نباید خانه شیاطین باشه. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. غیر از خدا کی میتونه درد دلها رو مداوا بکنه؟ این خداست که درد دلها رو گوش میده. این خداست که با ادب به صحبت بندگانش گوش میده. از خدا بهتر دیدی؟ با ادب تر دیدی؟ با دوست صحبت میکنی، یک دفعه حرف تو قطع میکنه، تو حرفت میپره. ولی خدا شده که تو حرف باش بزنی تو حرفت بپره؟ 2 ساعت با خدا حرف بزن، خدا تو حرفت نمیپره، حرفتو قطع نمیکنه. یک پارچه خدا گوش میده که این بندی من چه خواستی داره، چه درد دلی داره. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. امشب شب زیباییه. اینا که فیلم نمیگیرن، کسی دیگه داره فیلم میگیره. امشب مثل مور و ملخ ملائکه اینجا از همه طرف ریخته و ملائکه هایی هستن توریست، جهانگرد، دارن میچرخن این طرف و اون طرف، سیار، بیسیم دستشونه. اگر جایی دیدن که ذکر خدا میشه، حلقه ذکر، محل دینداریه، جمع شدن به خاطر رضای خدا، به خاطر امر خیری، تعاون و همکاری بر بر و تقوا، همه به هم بیسیم میزنن. بیاد اینجا. کجایید؟ بیاد اینجا که غوغاییه و همه دوربین رو کوله شونه، فیلم میگیرن از بندگان خدا، به درگاه خدا فیلم تو رو عرضه میکنن. در شب جمعه در تاریخ فلانی گذرمون افتاد به انجیردون، 2 تا از بندگان تو داماد شده بودن. جشن عروسیشون صحبت از عظمت تو و رسول تو میشد، صحبت از دین تو، صحبت از اوصاف تو، صحبت از کلام تو قرآن. به هر کسی قرآن میخوندن تو اون مجلس عروسی جایزه میدادن، احترام قائل بودن. هر بچه‌ای که قرآن میخوندن کف میزدن براش، تشویقش میکردن، صلوات میفرستادن، مثل این که خوشحالیشون با قرآن بود.
بندگان من اینطوری فیلم برداری کردید؟ بله. شیخ یونس اگر اشتباه نکنم رئیس مرکز تبلیغ در فرانسه است. یک سفری آمد به قطر. در قطر ازش خواستن یه سخنرانی بکنه برای مردم. یک مثال زد حالت مسلمان و واقعیت مسلمان و گفت مسلمان امروز به یک سواره میماند که سوار ماشین آخرین سیستمه، تو جاده آسفالت و اتوبان استاندارد داره حرکت میکنه، ماشین کلردار، شیشه رو بالا کشیده، ضبط صوتش هم خیلی عالیه، بدون پارازیت، نوار موسیقی هم صداشو بلند، کاندیشنش هم شغال، زن و بچهش هم کنارش نشستن، شیشه رو بالا کشیده، خودش هم آوازخوانی میکنه همراه نوار، پا رو گاز گذاشته، هوای خنک داره میره. هی میره تو جاده، یک دفعه میبینه سر جاده یک نفر ایستاده دست میزنه، قف بیست، شیشه رو پایین میکشه، احوال پرسی میکنه. اون کسی که سر جاده ایستاده دست زده به صاحب ماشین میگه خذنی معک، نمیشه منو سوار کنید با خودت تو راه ایستادم سر جاده، منو با خودت سوار کن. میگه من انت، تو کی هستید؟ میگه انا ریال، من ریالم، چون قطر ریال داره دیگه، انا ریال قطری. ماشاءالله ریال، ارکب، بیا سوار شو. ریال سوار شد، کم کم داره شنگول میشه، شیشه رو بالا کشید، خیلی خوشحاله، همجور میره آواز میخونه جلوتر، یه نفر دیگه ایستاده دست میزنه قف، شیشه پایین میکشه، میگه خذنی معک، نمیشه منو با خودت بگیری سوار ماشینت کنی؟ میگه من انت، تو کی هستی دیگه؟ میگه انا دلار، من دلارم. ماشاءالله دلار. ریال آمد خوشحال شدیم، حالا خود دلار دیگه خودت میدونی دلار چقدر قیمتشه. دلارم سوار شد، شیشه رو میکشه بالا، حالا دیگه فول به اوج رسیده دیگه، داره آواز میکنه، ویراج میده، نیم کلاس میکنه، نمیدونه چه کار بکنه. رفت جلوتر، یه نفر ایستاده دست زد قف، شیشه رو پایین کشید، گفت خذنی معک، منو با خودت سوار کن. گفت من انت، تو کی هستی؟ گفت انا دنیا، من دنیا هستم، همه چی توبه، من کل دنیا با همه زرق و برقش آمدم به سوی تو، منو تحویل میگیری؟ آقا من کیم که سرکارخانه به دنیا رو تحویل نگیرم؟ شما با این همه آرایش و این همه زیورالات و این کمربند طلا، خودش دنیای ارزش داره. نگاه کرد که جا نیست تو ماشین، به زن و بچهش گفت برید صندوق عقب، خانم دنیا میخواد کنار دستم بنشینه، بغل دستم. بفرما خانم. حالا خانم دنیا نشسته کنار دستش، این عطر آتکلونش دیوانش میکنه، این سر و صدای کلاهش هم دیگه، از اون طرف هم پشت سرش آقای ریال و آقای دلار هم نشستن، زن و بچه دیگه بیارزه شدن، خفه تو صندوق عقب. رفت جلوتر که یه نفر دیگه ایستاده، نفر چندمه؟ حواستون جمعه؟ نفر چندمه؟ بچه ها فقط جواب بدن، نفر چندمه؟ نفر اول کی بود؟ آفرین، مال خودشه. نفر دوم کی بود؟ دیگه نمیدم، خیلی زرنگی، عالم میشه این، یه کاری میشه انشالله، حواسش خوب جمعه. نفر سوم کی بود؟ دنیا. نفر چهارم کیه؟ نمیدونم. نفر چهارم دست زد، گفت قف، ایستاد، شیشه رو پایین کشید، هر چی فکر کرد دیگه چی تو دنیا هست که نفر چهارم باشه به ذهنش نرسید. بعد گفت که ببخشید میشه شیشه رو پایین بکشید؟ شیشه رو پایین کشید. نفر چهارم گفت خذنی معک، میشه منو با خودت بگیری تو ماشین؟ گفت شما؟ گفت انا دین، من دین اسلام هستم، من دینم، دین خدا.
یه نگاه تند و تیزی بهش کرد، گفت ظرفیت تکمیل جا نداری. عجب. من خیلی خوبم، من اذیتت نمی کنم، اگه ماشینت خراب شد هل میدم، کمکت میکنم، از من بدی نمیبینی، خواهش میکنم منو سوار کن. گفت آقا میگه تو حرف حالید نمیشه، کرید. میگم جا ندارم، رو کلم بذارم؟ خب جلو که نمیشه گذاشت، این خانم نامحرمه، عقبم که جا تنگ میشه. آقای دلار و آقای ریال نشسته صندوق عقبم که زن بچه دیگه نمیشه که. هر چی التماسش کرد گفت ظرفیت تکمیل و هر حالید نمیشه. شیشه رو بالا کشید و بعد گفت پشمالو ریشی نگاه بکن. پشمالو ریشی مزخرف دین. برو بابا، دوره دین سر شده. یه نیم کلاچ هم کرد، گرد و خاک بهش داد و قربونت. اینا کمک میکنن به منا، یعنی همیشه شنونده کمک میکنه به سخنران که به وجه بیاد. او رفت. معلومه که خانوادهشون براشون داستانهای خوبی میکشن دیگه. داستان چکمچکا برای بچه ها نکشیدا شبا، داستان اون بیبری و غول و نمیدونم فلانو اینا رو نگید. داستان پیامبران برای بچه ها بگید، داستان قرآنی. دیو میاد، عقرب میاد، اژدها میاد، فلان. اینا داستان های دروغ که بچه رو لالایی بکنن. نه، داستان پیامبران بکشید تا بچه هایی که خوابن بیدار بشن، نخوابن، تا خواب از دشمنان بگیرن. دین آزرده شد و سوارش نکرد. ظاهرا که به دین نیاز نداشت، اون چیزی که نیازش بود سوار کرد. ماشین که داشت، موسیقی که داشت، کولر که نیاز داشت. شما هم که گفتیم برکه میخواد، حتما آب و خنک هم تو ماشینش بود. دقت بکنید. دلار هم که نیازش بود سوار شد، ریال هم سوارش بود، دنیا هم بود، زن و بچه‌ش هم بود. دیگه چی میخواد؟ دیگه چیزی نیست تو دنیا که به طلبه. حالا دیگه شنگوله، گاه وقت مسخره از دین میکنه، حالا به دلار و دنیا میگه خوب کنفش کردم. نه، اینا ملا خیلی پر رو هستن، ولی ما امروز کنف نشدیم. یه نفر رو کنف کردیم اینجا. اون کی بود؟ شیطان. شیطان امروز کنف شد تو روستای شما. هر کاری کرد شیطان که این برنامه برگزار نشه شد. الان بیرونه، اونجا داره خودشو به زمین میزنه. نشد که بساطشون رو به هم بریزن. حالا داره آواز میخونه، دیوانه شده، هذیان میگه، همینجور پا رو گاز. 180 تا داره میره، 200 تا داره میره. یک دفعه دید که یک قوی الهیکلی ایستاده سر جاده وسط راه، یه چیزی دستشه. ایست. این دیگه نمیگه ایست خذنی معک، ایست قف. با قدرت میگه، خیلی هم قویه. ترمز زد، ایستاد. شیشه رو بکش پایین. شیشه رو پایین کشید. گفت اینا که سوارن. گفت آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. خوب دقت بکنی. آقا کی باشه؟ درست صحبت کن. اینا کی باشن چیه؟ گفت منو نمیشناسی کیم؟ گفت هر کسی باشه برای خودتی، صدات بیار پایین. دست جیبش کرد، کارت در آورد. رو کارتش نوشته بود ازرائیل ملک الموت. ببخشید قربان، ببخشید، شرمنده، من اولین بار بود شما رو ملاقات میکردم، به جا نیاوردم. بعد تو ماشین این طرف اون طرف نگاه کرد. گفت ببخشید قربان، دنبال چیزی میگردید؟ گفت دنبال دین میگردم. دین کجاست؟ تو ماشین تو دین نیست؟ دین نیاوردی؟ ببخشید قربان، دین سر جاده بود، ایستاده بود. منم رد شدم، دست زد، سلام کردم، جواب سلامش دادم. گفت که منو برسون. گفتم فعلا الان جا تنگه، من مسافرها رو خالی میکنم به خاطر که به تو فشار نیاد. شما زیر این درخت بیستی، من سریع برمیگردم دنبالت. اگه اجازه بفرمی قربان اینا رو پیاده بکنم برم دنبال دین. گفت وقت تمامه، لازم نکرده دین بیارید. اجل تو رسیده، خدا منو مأمور کرده که بدون دین قبض روحت بکنم.
دلار داری، ریال داری، دنیا داری، زن داری، بچه داری، ماشین داری، هوای خنک داری، کولر داری، آب یخ دارید، موسیقی دارید، ماشین آخرین سیستم دارید، شهرت دارید، پول دارید، همه چی دارید، ولی دین نیست تو ماشینت، همراهت نیست، اجلت رسیده، من مجبورم که بدون دین قبض روحت بکنم. هرچی التماسش کرد گفت فایده نداره. دین نیاز ماست، همه چی درست میشه. ارزش به دین قائل بشیم. من رفتم بنگلادش تو اجتماع جماعت تبلیغ، 10 روز اونجا بودم تو داکا. یه چیز عجیبی دیدم اونجا. دیدم که بنگالی ها، این پیرمردا بنگالی ها، وقتی یک عربی میبینن با لباس عربی گریه میکنن، به طرف عرب میرن، دست دراز میکنن، مثل که میخوان اصلا تو بغلش بگیرن. اگه دستشون بهش نرسید به لباسش میکشن، به سر و صورتشون میکشن و گریه میکنن. کنجکاو شدم، از یکی پرسیدم چرا این بنگالی ها عربا رو اینقدر دوست دارن. برگشت به من گفت، یه پیرمردی که میدونی چرا ما عرب ها رو دوست داریم؟ چون عرب ها بهترین سوغاتی برای ما آوردن. گفتم من خیلی حافظم اونطور قوی نیست زود بگیرم مطالبو، یکمی میشه واضح تر بگی عربا کدوم سوغاتی برای شما آوردن؟ گفت نمیفهمی، عربا سوغات آسمان رو برای ما آوردن، عربا کلام خدا و دین خدا رو برای ما آوردن. ما اگه عربا رو دوست داریم چون سوغاتی خدا، کلام رب العالمین، قرآن برای ما سوغاتی آوردن. بنگالی میگه سوغات خدا، ما از بنگالی مسخره میکنیم رفیق رفیق، رفیق. کاش که رفیق به معنای دوست بود، اینجا به معنی مسخره است. رفیق رفیق. یه روز BBC لندن تحلیل میکرد این مسئله رو، درصد آرامش در دنیا. از ژاپن شروع کرد و سوئیس و سوئد و نروژ و کشورهای پیشرفته و آمریکا و اونجایی که درصد زندگی خیلی بالاست، همه نمره آخر گرفتن. بعد گفت که طبق بررسی هایی که BBC لندن کرده، درصد آرامش تو کشور بنگلادش حرف اول میزنه در دنیا. اولین کشوری که مردمش یک آرامش عجیبی دارن از نظر روحی، روانی و فکری، کشور بنگلادشه. همین بنگالی های فقیری که سیل میاد و میمیرن و فلان و فقیرن و کل لباس بنگالی تو بنگلادش اگه نگاه بکنی یه لنگ، یه دمپای پلاستیکی. درصد آرامش تو بنگالی ها اوله، نه تو سوئیس و سوئد و ژاپن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب امیدوارم که این جلسه مبارکی باشه برای شما و همچنین برای این 4 زوج جوان و امیدوارم که انشاءالله همه ما و شما خاتمه به خیر بشیم، نمیریم فرزندانمون رو عالم ببینیم، سالم، عالم، مفید، هر کدومشون یه شیخ زایی شدن، یک مشعل هدایتی شدن که راهو برای مردم روشن بکنن، دعوت به خیر بکنن و دعوت به تقوا و صلاح بکنن. به همه شما تبریک میگم، وقتتون رو زیاد گرفتید، تا این نصف شب نشستید. خداوند به شما جزای خیر بده. خیلی جلسه عزیز و دوست داشتنیه، ولی ما باید شما رو ترک بکنیم به امید دیدار، باید شما رو به خدا بسپاریم. ظاهرا یه 3-4 هزار تومن اینجا هست. یه سوال بکنم، هم بچه های ابتدایی راهنمایی جواب بدن. هر کسی میدونه دستش بلند بکنه. چی رو میخوام بگم؟ بچه های راهنمایی یا ابتدایی، پیامبران اولوالعزم چند تان؟ کسی نگه. کی میدونه بچه های راهنمایی ابتدایی؟ بیا عزیزم، اگه فهمید 2000 تومن بهت میدم. این عالمه بود. پیغمبران اولوالعزم چند تان؟ حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت محمد،
نور. تشویق بفرمایید. حالا نابو بلی بکنی دیگه. خیلی جالب جواب داد. کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده چیه؟ چی کتابی برش نازل شده؟ کتابی که بر حضرت موسی نازل شده. کتابی که بر حضرت محمد نازل شده. بگو چرا نگاه اون میکنی؟ قرآن. بله. کتابی که بر حضرت موسی نازل شده. بگو. کی میدونه؟ تورات. کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده. یه سوال، بابات زنده است؟ بله. باباتو دوست داری؟ بله. مامانت؟ بله. به. اگه بخوای از مامان و بابای خوب تشکر بکنی چطوری تشکر میکنی؟ بگو ازشون تشکر بکن. بگو. این هر 4000 تومن مال خودته. همش دیگه، مثلا میخوام تمامش بکنم دیگه. از مامان و بابا تشکر بکن. ها؟ تشکر بکن. بگو مامان و بابا. بگو من یادت میدم. بگو. مامان و بابا دوستتان دارم. چون برای من زحمت زیادی کشیدید. مرا به مدرسه فرستادید. تا درس بخونم. تا عالم بشم. خدا از شما راضی باد. من از شما راضی هستم. تشریف بفرمایید. این همه مال خودته. اگه دوست داشتی به کسی هم بخوای بدید مال خودته. اگه به رفیقات هم خواستی بدید برگاش زیاده. آدم با علم میلیونر میشه. این آقا امشب 40 میلیونر شد رفت. مال خودت. شارلا یکی زد تو جیب. حالا دیگه بعد تقسیم کن با هم. مال خودته. اگه دوست داشتید 2 تا بستنم برای اینا بخر. میگه باشه. مکتب خونم میرید؟ بله.